سلام، شورانگیز هستم. میخوام بهتون پروتئین سرد به روش درست رو یاد بدم. این مو کش نمیاد ولی آب و چربیشو از دست داده. همونطور که میبینید به راحتی هم خیس نمیشه، تخلخلش هم بسیار بالا بود. برای شستشوی این مو من از یک شامپوی معمولی استفاده کردم. چرا شامپوی معمولی؟ به خاطر اینکه اونقدر این مو تخلخلش بالاست که نیازی به این نداشت که من بخوام از یک شامپوی قلیایی بسیار حرفه‌ای برای این کار استفاده بکنم. یک شستشوی معمولی برای ساقه هاش کافیه و همونطور که میبینید من نوازشگونه دارم ساقه این مو رو شامپو میزنم. بعد آب کشی میکنیم و الان پروتئین پرنسا به همراه مقداری شامپوی ضد زردی که من بهش اضافه کردم رو به مو میزنیم. میزان زدن مواد بسیار زیاد باید باشه. همونطور که میبینید اونقدر این مو به هیدرات هست که من این طرفو که دارم مواد میزنم سمت دیگه مو خشک شده، یعنی انگار نه انگار که خیسش کردیم. ما این مو رو در 2 مرحله پروتئین تراپی میکنیم. چرا؟ چون که قسمت های دکولورش بسیار بسیار خشک و دهیدرات است. این پروتئین آمینو اسید پرنسا حتما باید روی موی خیس زده بشه. وقتی که این کار رو کردیم بعدش دوباره با اسپری آب میپاشیم. با پلاستیک پیچیدم و حوله گذاشتمش زیر دستگاه کلامازون. اینجا دوباره بچه ها نگاه کنید، مواد دو خورده آب میپاشم و دوباره همون مواد رو دوباره به مو پر و پیمون میزنم و میذارم یه چیزی حدود 25 دقیقه زیر کلامازون بمونه و بالای 1 ساعت هم روی مو بمونه. دوباره با پلاستیک مو رو کاور میکنم خیلی سفت، حوله میپیشم و دوباره زیر کلامازون میذارمش. این مرحله هم زمانش هم حدود 1 ساعت اینطور طول میکشه. لابلاش باید چک بکنید ببینید مواد خورده یا نه. اگه مواد خورده بود دوباره باید بهش مواد بزنید. حسابی پروپیمون باید مواد روی مو باشه. بسیار دست و دل باز باشیم. خب این مرحله رو هم تا آخر ادامه میدیم و پلاستیک پیچ میکنیم و اگه مو بلند باشه نباید مو رو لول کنیم بالا، باید همینطوری در حال آویزون بودن پلاستیک رو دورش بپیچیم. ببینید به این شکل. حوله میپیچیم، دوباره کلامازون، دوباره چک میکنیم. اینجا دیگه حدود 1 ساعت و نیم از کل ماجرا گذشته. الان ببینید که چقدر نسبت به آب خوب عمل میکنه، اونطوری سریع خشک نمیشه. خب مو بهتون گفتم چربی، رطوبت، پروتئین. ما پروتئین رو بهش رسوندیم. حالا با این ماسکی که بهتون نشون دادم که ماسک رطوبت رسانه، رطوبت رو به مو برمیگردونیم، ماساژش میدیم نوازشگونه، میذاریم اینم یه روی مو بمونه. بعد آب کشیش میکنیم از ماسک سابلیم بورمی که یک ماسک چرب هستش، برای لایه خارجی، برای احیای لایه خارجی مو استفاده میکنیم و چربی رو هم به مو برمیگردونیم. این ماسک سابلیمه. این پروسه یه چیزی حدود 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت برای این حجم خرابی مو طول میکشه. این مشتری باید دوباره دیگه تشریف بیاره، منتها اون موقع ما از پروتئین های دیگه ممکنه استفاده بکنیم، ولی توی خونه هم باید مواظب موهاش باشه. من برای توی خونه پانسمان موی لوریکس رو بهش دادم که 4 بار استفاده کنه. ببینید مو چقدر نرم شده بود. و لیوین ماسک بورمی که همین که الان دیدین اسپری میکنه روی مو، هم قبل از سشوار میزنه و هم روی موی خشک هر روزی 2 بار 3 بار باید بزنه. ایشون باید روزی 2 بار 3 بار، ماه اول، ماه دوم روزی 2 بار و از ماه سوم به بعد دیگه روزی 1 بار بزنه. چه بخواد سشوار بکنه چه بخواد سشوار نکنه. بعد دیگه مو رو خشک میکنیم و بعد سشوار حرفه‌ای میکشیم.
الان دیگه مرحله آخره و ما داریم سشوار حرفه‌ای میکشیم. اون دودی که در میاد مال اینه که لیوین ماسک رو من خیلی زیاد به مو زدم. شامپوی ضد زردی بورمی که قاطی آمینو اسید کردیم بسیار مو رو خوش رنگ کرده. از نزدیک مو رو ببینید. سلام.